پیروزمند، میشه لطفاً توضیح بدید که واسه چی از ایران خارج شدید؟ من برای گرفتن حق حقوق خودم، من 18 سال کار شبانه روزی پرستار سالمند بودم و حقم این بود که منو رسمی بکنن، ولی متاسفانه اداره بهزیستی هیچ وقت به این خواسته من رسیدگی نکرد. برای همین من تو تمام شلوغی‌ها تظاهرات شرکت کردم. غروب عاشورا سال 1388 بود که من توی تظاهرات با تون که زدن به صورت من خورد، شنوایی گوش سمت چپم رو به طور کامل از دست دادم و دندونامو از دست دادم متاسفانه.